أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما نصیب گردانده است که از این شبهای نورانی این ماه رمضان استفاده میبریم و شکر خداوند مهربان را که ما را از همه نوع گناه و بدی و معصیت دور گردانده است. از خداوند عاجزانه مسئله دارم، بار الله پروردگارا تمام خوبی هایی که در این ماه شریف رمضان است برای تمام مؤمن ها و مسلمان ها نصیب بفرما. پروردگارا بار الله تمام برادرهای عزیز مسافر و مهاجر ما که از وطن دور در هجرت در حالت رنج و مشقت قرار دارند اونها را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا بیماری های اونها را شفای عاجل کامل نصیب بفرما، مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگارا هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشن به مراد و مقصد برسان. پروردگارا اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان، دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در کنار اون سوال های هست که برادران عزیز برای ما فرستاده اند. انشاءالله که امروز جواب اون سوال ها که سراسر همگی درباره ماه شریف رمضان است، درباره حالت های انسان های روزدار، انشاءالله که این شب سوال اون برادرهای بزرگوار را جواب میگردانیم. برادر عزیز از ما سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، اگر انسان نیت ناکرده روزه اش را خورد کفارت واجب می شود یا نه؟ نه برادر عزیز، وقتی که انسان نیت ناکرده تماما نیت نکنه، از همون ابتدای روزه، از ابتدای رمضان قصد نیتی روزگیری نداشته باشه و خوره، برای او شخصیت کفارت واجب نمی شود. کفارت برای شخصیتی هست که وی چکار میکند؟ روزه فرضی، روزه رمضان نیت میکند و بعد از اون فاسدش میکند، بعد از اون میخورد و قوت طاقت نمیکنه میخورد، یا اینکه همراهی همسرش همخوابگی میکند، قصدن روزش میشکند. برای اون شخصیت که کفارت واجب می شود. کفارت 2 ماه پی در پی روزه گرفتن است برای انسان های بی عذر، برای انسان های سالم سلامت. و برادر عزیز دیگر سوال کرده است که در ماه رمضان در چشم دارو کنند ممکن است؟ دارو کردن ممکن است؟ بله برادر عزیز، در چشم دارو کردن در ماه رمضان ممکن است، چون که از چشم به سوی گلو به سوی شکم که راه نبوده. وقتی انسان اگر دارو هم از اون داروهایی که آبی هستند بچکانه هم اون آب به جانب درونه نمی رود، اما از دماغ و از گوش به جانب حلقه راه هست می رفته. اگر کسی در دماغش دارو بچکانه یا اینکه در گوشش بچکانه، برای او خیفی داره که شاید به سوی گلوش مزش اگر به سوی حلقش روه روزش فاسد میشه. اما در چشم دارو کردن در ماه رمضان درست است، که مزش آبش به سوی حلقه نمی روه. و برادر دیگر سوال کرده است که بی عذر روزه را خورد چی حکم دارد؟ بی عذر برادر عزیز، روزه را خوردن البته انسان گناهگار می شود. این خیلی گناه کبیره هست که حتی شمس الدین ذهبی بسیار سخت گفتند در کتاب کبائر، گفتند و عند المؤمنین مقرر، گفتند در نزد تمام بزرگان دین، علمای دین، همه به این اقرار هستند که هر انسانی که اگر روزه فرضی ماه رمضان خورد نگیرد، او در نزد علما بدتر از زناگر و شراب نوش و
حتی از انسان بیدین است. دلیلش چی است حضرت؟ دلیلش اون حدیثی است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که حدیث قدسی است. خداوند گفتن تمام عملهای فرزند آدم برای خودش هست مگر روزش. گفتن کل عمل ابن آدم له الا الصوم. تمام عملهای انسانیت برای خودش است. نماز میخونه، زکات میده، حج میره، خیر و سخاوت هر چیزی میکنه، همش برای خودش هستن. الله رب العالمین گفته مگر روزش. مگر روزش گفته است برای من است. و انا فإن گفته است مگر الا الصوم فإنه لی. مگر روزش برای من است و انا اجزم به. من در برابر روزش براش یعنی جزا میدیم، ثوابش میدیم. گفتن در بین تمام عملها یعنی خداوند روزه را به خاصی خودش قبول کرده است. به همین خاطر حضرت بسیار سخت گفتن کسی بی‌عذر اگر روزش خورد او در نزد تمام بزرگان دین از اون گناه انسان هایی که یعنی زنا میکنن و شراب نوشی میکنن یعنی گناه های کبیره میکنن از اون ده هم بدتر است. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث فرمودند که این حدیث بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا رخص لم یقضیه صیام الدهر و ان صامه. گفتن هر شخصیتی که اگر یک روز رمضان به عذر خوره یعنی روزه نگیره، به عذر خوره، به عذر و به رخصت شریعت یعنی اگه بیماری و کمبودی نداره که براش رخصت باشه، کدام انسانی که خورد اگر او انسان باقی مانده عمر شه یعنی تمامی تا وقتی که دنیا هست روزه گیره اگر ثواب اون روزه نمیابه یعنی ثواب یک روز رمضان از خود کرده نمیتواند. چنین گفتن یعنی روزه به عذر خوردن گناه کبیره هست و خیلی گناه بزرگ است برادران عزیز بزرگوار. نافرمان برداری پروردگار است. البته انسان گناهگار و عاصی می شود. خب برادر عزیز دیگر پرسیده است که سلام علیکم داملای محترم، در ماه رمضان بوسه کردن درست است؟ بوسه کردن برادر عزیز بزرگوار بوسه دو نوع می شود. بوسه محبت است و بوسه شهوت. بوسه محبت مثلا یک انسان فرزندش بوسه میکنه، پدر و مادرش بوسه میکنه یا اینکه همسرش همچون محبتانه بوسه میکنه. این نوع بوسه را البته فقها اجازه دادن، درست گفتن که ضرر نداره. اما بوسه که شهوت آمیز است مثلا انسان در حالت مثلا خود دیگرگون احساس میکنه همسرش یعنی در آغوش میگیره و بوسه شهوتناک میکنه، این نوع بوسه فقها مکروه گفتن. اگر در این حالت بوسه کنه و یعنی انزال شوه اگر آبش براید البته روزش فاسد میشه، روزش میشکنه. به این خاطر بوسه کردن به شهوت علما یعنی که منع کردن مکروه گفتن. خب برادر دیگری سوال داده است که آیا در خواب احتلامی شود روزه اش میشکند؟ این برادر عزیزمون سوال داده است که اگر انسان در حالت خواب بودنش احتلامی شود، ما و شما مردم ما میگویم که شیطانش بزنه، یعنی وقتی خواب است خواب میبینه و آبش میبرایه، آبی منش میبرایه. انسانی که در خواب احتلامی شود البته روزه وی نمیشکند چون که خواب این غیر حالت است. فقها یعنی اکثری یعنی کتاب‌های فقه مختصر و شرحی وقایه و هدایه و دیگرها آورده هستند که البته انسانی که اگر خواب باشه و احتلامی شود مثلا بعد از سحر خوراکش خواب میروه شیطانش میزنه، آبش میبرویه. یا اینکه در روایت ها هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی بعد از سحر خوراک بود یا پیش از سحر خوراک بود همراه همسرهاش هم خوابگی کردن، در خواب موندن، یعنی وقتی سحر شد روز خیستن که در حالت جنابت جنوب بودن، بعد از اون حضرت طهارت کردن یعنی بامداد خوندن. چنین روایت ها هم هست. یعنی که انسانی که در خواب یعنی شیطانش زد و در خواب موند، وقتی سحر خیست نیت میکنه براش درسته یعنی رفته غسل میکنه، اما دهان و بنیشه دهانش غرغره نمیکنه، بنیشه آب چقدر سخت یعنی بینیش نمیداره و احتیاط یعنی دهان و بنیشه میشوه. البته روزش نمیشکنه انسان اگر شیطانش بزنه احتلام میشوه. خب برادر دیگری سوال کرده است که خب آیا مسواک استفاده بردن ممکن است در ماه رمضان؟ بله برادر عزیز بزرگوار، مسواک یعنی که فقها اجازه دادن، مسواک یعنی سرمه
سرمه در چشم میکشند، فقها گفتند که اینها برای انسان روزدار درست است. البته برای مردم جایز است سرمه کشیدن. سرمه را بسیار وصف کردن جناب پیامبر که چشم های انسان یعنی روشن میکرده، از فایده داشته. یعنی سرمه کشیدن در چشم ها و مسواک کردن. البته فقها گفتن که مسواکی که تر است و نو است، او را وقتی که انسان دهانش مسواک کرد آبش فرو نبره، آبش یعنی بیرون اندازه، یعنی خرد نکنه آبش. اما مسواکی که عادتا انسان استفادهش میبره و خشک شده است، اون نوع مسواک یعنی که درست است آبش تف نکرده هم انسان میتونه که مسواک کنه. خب برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم دامنای محترم، آیا در شبهای رمضان با همسر همخوابگی کردن ممکن است؟ بله برادر عزیز بزرگوار، این مسئله را الله رب العالمین در سوره بقره آیت 187 بیان کرده است که استعیذ بالله احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. الله بزرگوار می فرمایند که برای شما حلال گردانده ام شبهای رمضان همخوابگی را به همسرهاتون، یعنی همراهی همسرهاتون در شبهای رمضان. البته از وقتی که افطار میکنی، از وقت افطار کردن تا اون لحظه که نیت میکنی و یعنی روزت محکم میکنی تا پیش از صبح، در همین دوام انسان همراهی همسرش میتواند که یعنی همخوابگی کنه در شبهای رمضان، یعنی که این درست است. خب برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم دامنای عزیز، آیا سحر خوراک خیستن حتمی است یا از سر شب نیت کنه می شود؟ برادر عزیز بزرگوار، حتمی وقتی یعنی شرط بگیم یا حتما بگیم حکمش واجب می شود. البته حتمی نیست، اما جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بسیاری حدیث ها ما را امر کردن که برای یعنی سحر خوردن. در روایتی که حدیث متفق علیه است، حدیث هم بخاری و هم مسلم است، حضرت فرمودند از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که تسحروا فإن فی السحور برکة. گفتند شما سحر خوری کنید، در سحر خوری شما برای شما برکت است، یعنی خداوند برکت به حیات شما میاره. جناب پیغمبر امر کردند که یعنی شما حرکت کنید که سحر خوری داشته باشه. و در روایت دیگر که این حدیث هم امام احمد و دیگر از یعنی محدثین روایت کردن، از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت بوده که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که السحور خب اکلتون برکتون فلا تدعوه. گفتن یعنی سحر خیزی در سحر، یعنی ما شما ایوسری میگوییم، در ایوسری در سحر یعنی خوردن، این خودش پیغمبر بزرگوار گفتن برکت است. تن این شما ترک نکنه، یعنی سحر خوراک شما ترک نکنه. خب ولو ان یجرع احدکم خب جرعه من ماء فان الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و گفتن اگر چی شما یک جرعه آبم، یعنی وقتی سحر خسته سیر باشه، البته شبها در این طرفی یعنی جانبی رسیه کوتاه هستند، یعنی وقت کم است، انسان نو افطار کرده است که 1-2 ساعت پس در حال یعنی وقتی سحر خوراکش می شود، در این حالت وقتی سیر استی جناب پیامبر صلی الله علیه و اگر یک جرعه یعنی یک قطره آب باشه آب بنوش، یعنی نیت کن. به چی خاطر؟ به خاطر که الله رب العالمین و ملائکه ها در حق انسانی که سحر خوراک میکرده است دعا میکردن، یعنی الله رب العالمین گناه های او را مغفرت میکرده است و ملائکه ها طلب مغفرت یعنی دعا میکردن در حق شخصیتی که یعنی که سحر خیزی داره، سحر خوراک میکرده است. خب در روایت دیگر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث حضرت عمرو بن عاص روایت کرده اند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلت السحور. گفتند فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب، یعنی انسان‌های گذشته، در همین سحرخیزی هست. یعنی زمان پیش مردم هم روزه میگرفتند. یعنی فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تا این سحرخیزی است. یعنی که این از جمله مستحبات است، البته از جمله واجبات نیست.
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله حرکت کنی، سحرخیزی داشته باشه. آیا انسان سحر خوراکش کدام وقت باید کنه؟ البته این حدیث هم حدیث بخاری و مسلم است، حدیث متفق علیه است از حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یعنی ثابت شده است که حضرت فرمودند که خب تسحرنا مع النبی صلی الله علیه و سلم ثم قام الى الصلاه قلت خب کم کان بین الاذان و سحور قال قدر 50 آیه. حضرت می فرمایند که ما یعنی سحرخوری کردیم همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد از آن قائم شدیم به سوی نماز. شخصیت پرسید از حضرت زید که آیا چی قدر وقت گذشت بین سحرخورک شما و بین یعنی نماز بامداد؟ حضرت گفتند مقدار 50 آیت، یعنی مقدار 50 آیت بین خوردن و نماز، یعنی که همین قدر وقت مونده بود. بین یعنی خوردن ادا کرده مقدار 50 آیت خواندن، 50 آیت خواندن البته 10-15 دقیقه وقت می رود، یعنی که حضرت گفتن همین قدر وقت بین سحرخوری ما تا نماز بامداد بود. البته اگر هر انسانی که سحرخوری کنه براش بهتر است، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردن برای سحر خوراک کردن. خب برادر دیگری سوال کرده است که السلام علیکم دوستان محترم، آیا آدم روزدار دشنام دهد روزه اش می شکند؟ برادر عزیز، روزه اش نمی شکند اما گناهگار می شود، اما از ثواب روزه، از ثواب یعنی روزه گرفتن محروم می ماند. فقط فرضی از کلش ساقط می شود، اما از او روزه گرفته اش یعنی که فایده نمی کند، ثواب نمی گیرد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که این حدیث خب امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. می فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. تن شخصیتی که ترک نکنه گفتار دروغ و عملی بد، بس از برای الله تعالی یگان حاجت نیست برای اینکه برای او شخصیتی او ترک کنه خوردن و نوشیدنش. یعنی پروردگار به نیاز است، با او حاجت نداره، با او محتاج نیست به روزه وی. وقتی که انسان وقتی که یعنی دروغگویی را و غیبت و حقارت و دشنام و گفتاری بد که ترک نکرد، خداوند به روزه او هیچ حاجتی نداره، یعنی از روزش او شخصیت یعنی ثواب هم نمیگیره. در روایت دیگر که این حدیث حضرت امام احمد روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش و رب قائم حظه من قیامه السحر. تن چی قدر روزدارهایی هستند که از روزشون برای اونها فقط گرسنگی و تشنگی باقی میمانه، و چی قدر شب زنده دارهایی هستند که از شب زنده داریش یعنی از قیام از شب زنده داری شبشون برای اونها فقط همون بیدار خوابیشون باقی میمونه. یعنی روزداری که یعنی رعایت نکرد، گفتاری بد رعایت نکرد، از گفتاری بد خود را نگاه نداشت، دشنام کرد، غیبت کرد، گفتاری بد داشته باشه، یعنی از او روزش فقط گرسنگی و تشنگی به وی باقی میمونه، ثواب نمیگیره. و این چنین انسان‌های شب زنده دارم این چنین است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردند، حدیث متفق علیه است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا یرفث ولا یجهل فان امرؤ شاتمه او قاتله فلیقل انی صائم انی صائم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که هر روز وقت شما خسته که روزدار است، یعنی روز ماه رمضان شما هست، شما بیهوده گویی نکنه، یعنی گفتار رفث گفته گفتارهایی که انسان یعنی از شهوتناکی دشنام میکنه، یعنی گفتار شهوتناکی را سخن میگویه، یا اینکه جنجال نکنه، یعنی به همدیگر گفتاری بد نداشته باشه، همدیگر آزار ندهه. بس اگر شخصیتی که شما را یعنی دشنام داد یا به شما ضرب و جنجال کرد، ضرب و لط کرد، یعنی شما را زدنی شید، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که شما بگویید که من روزدار هستم، من روزدار هستم، یعنی جواب نگردانه. در شرح همین حدیث محدثون میفرمایند که انسان در حالت روزداریش حتی اون سخنهای خلوتانه که انسان همراهی همسرش میگوید، همین سخنها را هم
براش گفتن معنی است، نادرست است. اگرچه در غیر رمضان اینها مباح هستند، درست هستند که انسان همراهی همسرش، یعنی بعضی کلمه ها جمله های که مثلا انسان در حالت همخوابگی استفاده میبره اون سخن ها را بگوید، اما در حالت روزه‌داریش یعنی که علما این جمله ها را منع کردن که این جمله ها هم گفتنشون یعنی درست نیست. مثلا یک انسان یک کس بگه فلانت میکنم نعوذ بالله، یا مثلا همین جمله هایی که از یعنی شهوتناکی هستند، اینها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم منع کردن. حتی در روایت که این حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیس الصیام من الاکل و الشرب انما الصیام من اللغو و الرفث فان صابك احد او جهل عليك فلتقل اینی صائم اینی صائم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزه گرفتن فقط از خوردن و نوشیدن نیست. گفتن روزه گفتن از چی هست؟ از بیهودگویی و از رفث، یعنی گفتارهای فحش و فاحشه را ترک کردن است. یعنی انسان نه تنها فقط شکمش باید روزه بگیره، فقط چه نوشیدن و از خوردن و نوشیدن شهوت معن بداره، بلکه انسان باید چشم روزه دار باشه که به چشم گناهی بد نداشته باشه، گوشش روزه دار باشه که به گوش سخنهای بد یعنی سخنهای گناه نشنه، و دست و پا و تمام اعضای بدن انسان باید که روزه بگیره، روزه دار باشه. حضرت گفتن بس شخصیتی که شما را دشنام داد یا به شما جنجال کرد، یعنی این جمله ها را بگی به سوی که من روزه دار هستم، من روزه دار هستم، یعنی جواب نمیگردم. یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردن که جواب نگردونه. به این خاطر هر انسانی اگر یعنی در حالت روزه داریش دشنام کرد و سخنهای قبیح و بد گفت، البته او شخصیت فقط گرسنگی و تشنگی براش باقی میمونه، از روزه گرفتهش ثوابی نمیگیره. خب برادر دیگری سوال کرده است که سلام علیکم داملای مهربان، اگر طعام تیار باشد در دسترخوان پیش از نماز شام افطار کردن ممکن است؟ بله برادر عزیز ممکن است. البته برای انسان سنت است که پیش از یعنی نماز شام خوندن اول روزه شکشایه، اول افطار کنه، بعد از آن یعنی که چیکار کنه؟ بعد از آن نماز شام شب بخونه. چون که در حدیث ها ثابت است که این حدیث ابی داود روایت کرده، ابی داود و ترمذی روایت کردن از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصوات من ماء. تم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که وقت افطار می رسید به 2 دانه یعنی خرمای تر افطار میکردن، یعنی به خرمای تر افطار میکردن. اگر خرمای تر نمی بود بعد از اون به خرمای خشک افطار میکردن. اگر خرمای خشک نمی بود جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی به چند جرعه به چند قطره آب یعنی روزه را میکشودن، بعد از اون یعنی که نماز میخواندن. یعنی پیش از نماز خواندنشون جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم افطار میکردن. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که امتی من از نیکی دور نمیشه مادامی که افطار یعنی تعجیل کنه، وقتی نماز شام که رسید، وقتی که یعنی افطار نشست در حال افطار کنه و سحر خورکش یعنی تا آخری شب یعنی تا نزدیکی صبح تأخیر کنه. امتی من از خوبی و نیکی دور نمیشه. وقتی افطار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا اقبل اللیل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم. تن وقتی که یعنی که وقتی که گفتن اذا اقبل اللیل من ها هنا، گفتن وقتی که شب از جانب آفتاب یعنی برآمد و روز به سوی یعنی جانب آفتاب شیشتن فرو رفت، اون لحظه وقتی که آفتاب شیش اون لحظه به تحقیق وقتی افطاری یعنی انسان روزه دار میشه، یعنی که در حال روزه انسان روزه دار اون لحظه کشوده میشه، همون لحظه انسان باید که یعنی افطار کنه. و این سوالی که برادر عزیز کرده است که آیا وقتی طعام یعنی آماده و تیار باشه انسان میتونه که اول طعام بخوره، یعنی اول طعام بخوره و بعد از اون نماز بخونه؟ البته اینم در حدیث صحیح
که حدیث بخاری است از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. گفتن وقتی که یعنی طعام شما آماده شد، یعنی در دسترخوان و سفره شما طعام یعنی تیار شد، شما ابتدا کنه سر کنه، یعنی شروع کنه به خوردن طعام و یعنی سرعت نکنه، نه شتاب به سوی نماز شام، یعنی به حضور ابتدا اول طعامتون بخوره، بعد از آن چیکار کنه؟ بعد از آن بخیزه نماز شامتون بخونه. یعنی درست است که انسان ابتدا طعامش بخوره و بعد از آن نماز شام بخونه. نماز شام البته 5 دقیقه نیست، تا در آمدن وقتی نماز خفتنه وقتی نماز شام است. و یا فراموش نکنه که پیش از خواندن نماز شام روزه را کشادن این سنت از سنت های جناب پیغمبر است. شخصیت اگر گوید که یعنی من می ایستم و نماز ما میخونم دیرتر میخونم، یعنی افطار میکنم، از اون ایستادنش یگان ثوابی نمیگیره، بلکه یک سنت از سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این شخصیت ترک کرده است. خب سوال دیگر برادر عزیز پرسیده است که اگر یک شخص فراموشتانه خورد روزه اش میشکند؟ نه برادر عزیز، انسانی که فراموش که روزه دار بود خورد، در حالت یعنی روزه داریش فراموشتانه اگر خورد روزه او شخصیت نمیشکنه، روزش باقی است. چقدر بخوره، چی کم خوره، چی زیاد خوره، یعنی که روزش نمیشکنه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش گفتن که وقتی که انسان فراموشتانه خورد یا نوشید، او شخصیت روزش یعنی به بودی برسانه، چون که او انسان خداوند طعام داده است، شراب نوشانده است، یعنی که انسان به سبب فراموشتانه خوردن روزش نمیشکند. خب برادر دیگری پرسیده است که افطار دادن چی ثواب داره؟ البته افطار دادن ثواب زیادی داره برادر عزیز بزرگوار، که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند درباره فضیلت ثواب افطار دادن که این حدیث ترمذی روایت کرده است از حضرت زید ابن خالد. خب خالد جهنی رضی الله تعالی عنه گفتند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. گفتن هر انسانی که یک شخصیت روزه‌دار افطار دهه، برابر ثواب روزه گرفتگی اون انسان این شخصیت ثواب میگیره. یعنی یک انسان وقت افطار داده، چی قدری که همون روز انسان روزه‌دار ثواب گرفته بود، برابر ثواب روزه اون شخصیت ثواب میگیری، غیر از این که از ثواب او انسان روزه‌دار چیزی کم شود. او همون ثواب روزش خودش میگیره، اما پروردگار بزرگوار از فضلش یعنی از بزرگواریش با همون ثواب برای انسان‌های یعنی افطار دهنده عطا میکرده است. در روایت دیگر که این حدیث سلمان فارس رضی الله تعالی عنه روایت کردند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من فطر صائما کان له عتق رقبه و مغفرة لذنوبه. گفتن هر انسانی که یک انسان روزه‌دار افطار دهه، ثوابی یعنی غلام آزاد کردن، ثواب اینو میگیره که گویا یک غلامی را آزاد کرده است، خیلی ثواب بزرگ داره و خداوند گناههای او شخصیت میبخشه، مغفرت میکنه گناهاش. شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند قیل یا رسول الله لیس کلنا یجید ما یفطر صائما. شخصیت گویا یا رسول الله همه ما دارنده نیستیم، یعنی همه ما نداریم اون قدر یعنی طعام و دارندگی که روزه‌دارها را افطار دهیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که خب یعطی الله هذه ثواب من فطر صائما علی مزقة لبن او تمرة او شربة ماء. گفتن خداوند همین ثواب براش نصیب میگردونه، یعنی ثواب غلام آزاد کردن و گناهاش خداوند میبخشه. شخصیتی که یک روزه‌دار افطار دهه به یک نوشیدنی شیر یا اینکه به یک دانه خرما یا اینکه به یک قطره آب، یعنی اگرچه یک دانه خرما یا اینکه یک قطره آب یا یک یعنی نوشیدنی شیر هم اگر برای روزه‌دار داده و افطار کرد، خداوند همون ثواب پیغمبر بزرگوارتان برات یعنی که نصیب میگردونه. و من اشبع صائما کان له مغفرة لذنوبه و سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجره شیئا.
گفتن هر انسانی که یک انسان روزدار سیرا، یعنی که سیر کنه، طعامش بته که به سیری بخوره، خداوند او شخصیت از حوض من، یعنی از حوض کوثر سیراب میگردانه، ابدی دیگر او انسان تشنگی را نمیبینه و خداوند گناه های او انسان را میبخشه، مغفرت میکنه، یعنی گناه های انسان افطار دهنده را. و پروردگار بزرگوار برابر روزه گرفتگی همو روزه گیرنده برای این انسانی که افطار دهنده ثواب میده، یعنی که برابر ثواب همون، یعنی چند نفری را که اگر در یک روز افطار دادی، برابر مثلا 10 نفر را اگر افطار دادی، ثواب 10 روزه روزه ماه رمضان خداوند نامه اعمالی یعنی انسان افطار دهنده نوشته میکنه.